آدما تو یک مرحله از زندگی تغییر میکنن. شاید چی میگه نیستمتون، نه همتون، بیشترتون. بعد از اینکه ما هزاران بار به آدما خوبی میکنیم، محبت میکنیم، دستمون رو تا اینجا تو عسل میکنیم تو حلقشون، بعد گاز میگیرن، خب ما عوض میشیم دیگه. یه جاهای ما عوض نشیم، خوب بمونیم، این دیگه حماقت ماست. خوبی کردم، بدی دیدم، دیگه سعی میکنم به هر کسی حداقل خوبی نکنم، عوض شم. فکر میکنم هیچ آدمی ذاتاً بد نیست، یعنی به مرور زمان یه آدم بد میشه، تغییر میکنه. یه آدمی میتونه تو زندگیش انقدر خوب باشه، انقدر به همه حال بده، انقدر با همه خوب باشه، ولی در مقابل همه از پشت خنجری بهش فرو کنن. خب معلومه این آدم تغییر میکنه دیگه. این آدم ممکنه یه جایی انتخاب کنه که دیگه بد باشه. به نظر من افرادی پایین عوض شدن من مشکل دارن که به شدت ورژن ضعیفمو دوست داشتن. هر جایی در زندگی همه دوست داشتن، اشکالی در کار تو وجود داره، ولی وقتی همه با تو دشمنی میکنن، رفتارشون با تو عوض میشه، یعنی تو در مسیر درست قرار گرفتی. یه جاهایی ما باید اتفاقا بد باشیم تا حساب کار دستشون بیاد، یه جاهایی اتفاقا باید پوز خودمون رو بدیم حساب کار دستشون بیاد، اتفاقا یه جایی باید مغرور باشیم تا حساب کار دستشون بیاد.